کربوهیدروژن چیست؟ کربوهیدروژن ها پیوستگی هایی می باشند که مولکولشان تنها از دو الیمنت کربن و هیدروژن عبارت است. به مثال متان، اتان، پروپان، بوتان و غیره ها. نقطه های اساسی نظریه ساخت شیمیایی بوتلروف را شرح دهید. یکم، در مولکوله های پیوستگی های ارگانیکی اتم ها با یکدیگر موافق ولنت نوکیشان با ترتیب معین پیوست می باشند. دوم، خاصیت ماده ها نه تنها به نوع و مقدار الیمنت های شیمیایی به ترکیب مولکول داخل شونده بلکه به ترتیب پیوست شوی آنها در مولکول نیز وابسته است. سیوم، از روی خاصیت ماده ساخت مولکول معین نمودن و از روی ساخت مولکول خاصیت آن را پیشگویی کردن ممکن است. چهارم، در مولکول این ماده ها اتم ها و گروه اتم ها به همدیگر تأثیر می رسانند. چگونه کربوهیدروژن ها را کربوهیدروژن های سر می نامند؟ کربوهیدروژن های را که فرموله عمومی CnH2n+2 داشته هیدروژن و دیگر الیمنت ها به خود پیوست نمی کنند کربوهیدروژن های سر می نامند. کربوهیدروژن های سر را الکن یا پارافین ها نیز می گویند. قطار هومولوژی چیست؟ قطار هومولوژی گفته قطار پیوستگی هایی که با همدیگر مانند بوده تنها با یک و یا یک چند گروه CH2 فرق می کنند می نامند. هومولوگ چیست؟ پیوستگی هایی که قطار هومولوژی را تشکیل می دهند هومولوگ یا اینکه گومولوگ می نامند. نماینده اولین کربوهیدروژن های سر را نشان دهید. نماینده اولین کربوهیدروژن های سر متان می باشد. با الکن ها ریاکسیای جایگیری خاص می باشد. ریاکسیایی که در نتیجه آن تبادلات های شیمیایی پیهم به طور زنجیری به عمل می آید ریاکسیای زنجیری می نامند. تجزیه ترمیکی کربوهیدروژن ها را که به حاصل شوی کربوهیدروژن های ماسه مولکولویشان کمتر آورده می رسانند کرکینگ می نامند. چگونه کربوهیدروژن ها را کربوهیدروژن های حلقگی می نامند؟ کربوهیدروژن های را که فرمول عمومی CnH2n داشته ساختی سربسته یا حلقگی دارند کربوهیدروژن های حلقگی می نامند. کربوهیدروژن های حلقگی را به طور دیگر کربوهیدروژن های اسیکلی، سیکلوپارافین ها، سیکلوآلکن ها، نفتن ها و پلیمتیلن ها نیز می نامند. نماینده اولین کربوهیدروژن های حلقگی را نشان دهید. نماینده اولین کربوهیدروژن های حلقگی از سیکلوپروپان سر می شود که فرمولش کربن 3 هیدروژن 6 می باشد. در نامگذاری کربوهیدروژن های حلقگی پیشایند سیکلو را علاوه می کنند. مثال کربن 4 هیدروژن 8 می شود سیکلوبوتان. قاعده مارکوونیکوف را شرح دهید. موافق قاعده مارکوونیکوف هنگام پیوست شدن هیدروژن هالوژن ها اتم هیدروژن
به همان اتم کربن پیوست می شود که آن مقدار بیشتری اتم های هیدروژن ولی اتم گالوژن باشد. به اتم کربن پیوست می شود که وی مقدار کمتری اتم های هیدروژن داشته باشد. نماینده اولین کربوهیدروژن های قطار اتیلن می باشد که فرمولای آن کربن 2 هیدروژن 4 می باشد. معنای لغوی اتیلن چیست؟ اتیلن کلمه لاتینی بوده معنای گاز روغنزای را دارد. بندهای دوچنده و سه چنده پیوستگی های ارگانیکی را بندهای کراتی می نامند. سیس ایزومر و ترانس ایزومر چیست؟ اگر رادیکال های کربوهیدروژن های نوسر در یک طرفی سطح بندی دوچنده جایگیر باشد آن را سیس ایزومر و اگر از طرف گوناگون جایگیر باشد آن را ترانس ایزومر می نامند. با کربوهیدروژن های نوسر ریاکسیای پیوست شوی بیشتر خاص می باشد.